اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، حقا که او بسیار توبه پذیر است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است. اعوذ بالله من الشیطان